سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان بسیار گرامی قدر، به طور معلوم است یک ماه پیشتر ما مسابقه داستان پیامبران را اعلان نموده بودیم و بسیاری ها میپرسند که مسابقه شما کی برگزار خواهد شد. البته مقصد ما از این مسابقه تنها جمع کردن آبونچیان نبود. مقصد و هدف اساسی ما پند و عبرت ها گرفتن از داستان پیامبران و در حیات خود عملی نمودن بود. چنانکه که خداوند در سوره یوسف می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یقینا در داستان آنان یعنی داستان پیامبران پند و عبرت هاست برای خردمندان، برای صاحب عقلان. و بسیاری ها مسابقه ها تشکیل میکنند یا به قول گیو تشکیل میکنند و در 3-4 روز یا در یک هفته جمع بست میکنند و چنانه که گفتیم مقصد ما تنها جمع کردن و جمع نمودن آبونچیان نبود. و اینک برنامه داستان پیامبران به آخر رسید. خداوند استاد ادهم را پاداش نیکشان دهد. اینقدر یک داستان بزرگ را برای ما و شما با یک طرز و اسلوب جالب و جذاب فشرده نموده پیشکش ما و شما کردند و هر یکی شما را بار دیگر خاطر رسان میکنیم که نوارهای برنامه داستان پیامبران را که عبارت از 9 نوار است، مقدمه، سپس داستان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و ابراهیم خلیل الله علیه السلام و داستان موسی و عیسی در شبکه نجم تیوی در یوتیوب و اینستاگرام در صفحه ما شما می توانید آن را بار دیگر مشاهده نمایید. و در شبکه یوتیوب در کانال نجم تیوی ما مخصوص یک پلیلیست، یک پاپکه با نام داستان پیامبران گشاده ایم که همه 9 نوارهای این برنامه در آن گذاشته شده است و هر یک شما را سنه 3 سپتامبر روز جمعه ساعت 19:00 با وقت مسکو و ساعت 21:00 با وقت دوشنبه انتظار خواهیم شد. برای هر یک شما موفقیت ها خواهانیم. خداوند یار و مددگارتان باد.